اول این متن رو با دقت بخونین، بعدش به این توضیح مهمی که در موردش میدم کاملا توجه بکنید. در گذشته میگفتن که مادر رو ببین دختر رو بگیر، یا پدر رو ببین پسر رو بگیر. این در گذشته در اکثر وقتها درست بود و صدق میکرد، ولی در حال حاضر که اختلاف خیلی زیادی در بعضی از وقتها بین پدر و پسر یا مادر دختر وجود داره، باید دقت بیشتری بکنیم و اون فرزند با وجود اینکه تفاوت‌های زیادی سعی کرده از خانواده داشته باشه، ولی باز هم خیلی شبیهشون هسته، شاید ظاهرا به نظر نیاد. ولی به این موضوع باید دقت بکنیم که اگر از شخصی خوشمون اومد و خواستیم باش ارتباط بگیریم به هر دلیلی، با توجه به پدر مادرش خود شخص رو هم مورد بررسی قرار بدیم و یه مقدار آنالیزش بکنیم، بعدش تصمیم بگیریم که این شخص با این پدر و مادر و این خصوصیات من میتونم بهش اعتماد کنم، باهاش وارد رابطه بشم یا خیر.